عمدم گذاشتم دندونم بگیره ببین. زد وای خانم نیکو داری با این عجله کجا میری؟ دوباره چه خبره؟ خانم نیکو نزنتت وای ولی ببین در مارش چطوری گرفتیم. یک پدر که وحشت کردن و ترسیدن این مارش چطوریه اسمش بد رفته. زد وای باز میگیره هیچ فقط میسوزه. سوزن که تو دستاتم فرو میره اینجور حالتیه. جای دندون رو که شتو میشه نکنین. سوزن اون اینتر میشه. تو خونه‌های قدیمی باید باشن و به قبول کنه که اینا در کنارتون زندگی کنن. اینا فراوون هستن تو بافت تاریخی هیچ خطری هم ندارن، نه زهر دارن، چه فقط گاز میگیرن. سایزش هم از اینی که از بزرگتر میشه. تقریبا اینا 1.8 تا میشن. اینا موشای خونه رو میخورن، جوند میخورن و کلا پاک کننده‌ای طبیعتن. پس اینا رو از بین نبرید. گیر کردم. منم که الان با دست گرفتم هیدر گاز میگیره. میبینید؟ سم نداره. نه قد سم میدارن، نه سم هیچی ندارن. آقا خدا ان شاءالله قربان باشه.